با یک سوال دیگر من بسیار شامل خوردگی سخت دارم. مثلا دین تراویح رفتیم در همین نماز میخوانم گویا که من چی طهارتم شکسته است و بسیار چی میکنم سمنیتیل میشود بسیار شبهه میکنم باز مجبور میشم روم طهارت میکنم میبیام مردم نماز تراویح خوانده من نیت فرضی میکنم دو رکعت میخوانم با میخیرم دو رکعت دیگه میخوانم وقتی بسیار که شبهه میبروید میکنم ببینید واقعا طهارتتون شکست است یا نه. انا همین شبهه میکنم نمیدونم خودم شبهه باشد نمیبروید از نماز. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند که لا ینصرف حتی یجد ریحا او یسمع صوتا. این حدیث بخاری و مسلم است. وقتی که در داخل نماز هستید و گویا که از انسان چیزی برآمد از نمازش بر نگردد، یعنی به شبهه بر نمیگرده. شما مادامی که طهارت کردید آمدید این اصل است. وقتی که شبهه شد به شبهه اهمیت ندهید. لیکن اگر واقعا مثلا طهری رو حس کردید که چیزی برآمد میبینید که واقعا اگر چیزی برآمد است بعد طهارت میکنید. لیکن اگر این سلسل باو یعنی جاری شدن پیشاب این به طور همیشگی باشه، انسان بیمار باشد و همیشه اعضای چکیدن گیرد، در این صورت یا پخته یا یک متای میمانید و پیش از نماز یا طهارت میکنید. اگر چی چک کردن برای شما اجازت است که نمازتان را خواندن میگیرید. اینها اصحاب اعذار میگن، صاحبان عذر. الله تعالی مشقت ها و بیماری ها رو به نظر میگیرد و الله تعالی مشقت رو برای بندگانش نمیخواهد. در این حالت برای شما اجازه، اگر یعنی گاه گویا که به نظرتان برآمد در این حالت اهمیت ندید. لیکن اگر چک کرد یک چک دو چک بله میرید طهارت میکنید. و بیماری ها بگذار یک دندان باشد، یک انسان یک دندان ندارد، مثلا یک دندان بوده از کوفته بی اهمیتی میمونه، دندانی نو نمیموند، گشته هم میگیرد، بعد میلک هاش کجله میشد و دیگر دندان ها تاثیری منفی میرساند، به حتی به میده روده هاش ضرر میشد. یک دندان یک دنیا نقش دارد برادر عزیز. برای همین وقتی که یک معده ترین بیماری که آمد علاج کنید. پیامبر صلی الله علیه و سلم تداوا ولا تتداوا بمحرم گفت. شما طبابت کنید لیکن با چیزهای حرام طبابت نکنید. یعنی پیامبر صلی الله علیه و سلم به طبابت کردن امر کردند. وقتی که همین بیماری شد اگر اهمیت ندهید او بیماری کلان میشد، بعد برایتون وزنین میفرد. بنابراین همه کارتون مونید اول طبابت کنید.